سلام به شما، امیدوارم حالتون عالی باشه. به یک ویدیو دیگه از کانال گوریل کد خوش اومدید. توی این ویدیو قراره که یه چالش جنگویی باحال از بانک ساله کوئرا رو با هم حل کنیم. پس با من همراه باشید. خب این چالش توی سایت کوئرا توی دسته‌بندی تکنولوژی قرار گرفته و سطح متوسط رو بهش دادم، ولی به نظر من برای کسیه که تو مسیر یادگیری جنگوه، حالا مدل ها رو بلده، توی سطح متوسطی، این سال نرمال محسوب میشه. و این سال خب برای کسی که جنگو رو بلد باشه یا مثلا تو سطح پیشرفته جنگو در حال یادگیری باشه، مثلا رست ای پی یا اینا، اون دیگه به نظرم متوسط نیست، خیلی آسون و سطحیه. ولی اگه شما در حال یادگیری جنگو هستید، حالا مدل ها رو بلدید، با کلاس مثلا مدل بنویسید و اینا، به نظرم این سال خیلی مناسبیه برای به چالش کشیدن مهارت خودتون. خب بریم ببینیم سوال چی گفته اصلا. من چک کنم. خب سوال گفته که ما تو این سال میخوایم مدل های اصلی یک بلاک رو پیاده سازی کنیم. یعنی یه بلاک داریم، ما فقط میخوایم فایل models.py رو دستکاری کنیم. خودش هم نوشته فقط این فایل باید تغییر کنه. به طور خلاصه میگم سه تا مدل میخواد: نویسنده، بلاک و کامنت، و یه تابع به اسم کپی که حالا قراره یه کارایی برای ما کنه. پیشنهاد میکنم اگه حالا ممکنه سالو تلاش کرده باشید حل کرده باشید، یعنی تلاش برای حلش کرده باشید، الان اومده باشید مثلا حلش رو در واقع یاد بگیرید، ممکن است کلا سالو ندیده باشید. اگه سالو کلا ندیدید و تلاشی برای حلش نکردید، پیشنهاد میکنم یکم وقت بذارید، خودتون این سالو یه بار بخونید، حل کنید. اگه نتونستید بعد ادامه ویدیو رو ببینید. اینطوری مهارتتون هم مطمئن باشید خیلی بیشتر میشه توی جنگو و مسیر یادگیریتون خیلی موثرتره تو اینکه الان مثلا جوابو حاضر آماده ببینید. بگذاریم بریم سراغ حلش. اینجا گفته که اول پروژه اولیه رو باید دانلود کنید. خب من دانلود کردم، یه فایل زیپ دانلود، ایناش زیپ، اینو اکسترکتش میکنم و با وی اس کد باید بازش کنم. خب اینو میام توی وی اس کد، خب اوپن فولدر بلاک، چی شد؟ خب باز شد. اما نکته که هست، ما باید الان یه ستاب اولیه کنیم دیگه. یعنی الان خب پروژه رو کپی کردیم، همه چی که توش نیست. خب من در قدم اول یه دونه ویژوال انوایرمنت در واقع میسازم، ساختم، یعنی ساخته شد. بعد الان باید فعالش کنم و این کارش که کردم. حالا این فایل پیش نیازا اینجاست یا requirements، که در واقع اینجا گفته جنگو نسخه 4 رو شما باید در واقع نصب کنید. حالا اینکه چرا 4 چرا 5 نیست، به خاطر اینکه احتمالاً این سال وقتی توی کوئر اومده که زمانی بوده که مثلا جنگو آخرین نسخه 4 بوده. احتمال 99% 5 هم نصب کنیم موردی نباید داشته باشه، خصوصا اینکه سال چیز خاصی توش اصلا نیست که بخوایم بگیم ایراد پیدا میکنه. ولی باز اصولش اینه که خب ما چیزی رو در واقع نصب کنیم که خود فایل گفته. من میزنم نصب شه. الان اینایی که برای من نصب کرده ممکنه برای شما بخواد دانلود کنه بعد نصب کنه، چرا؟ چون نبوده قبلا. ولی برای من چون توی حالا کش هم بوده، حالا کش که منظورم قبلا یه بار توی پروژه دانلود شده نصب شده،
دیگه دانلودشون نمیکنه، فقط همون میاره فایلشو اینجا کپی میکنه. خب الان ستاپش تکمیل شد. بعد حالا میتونیم یک مایگریشن هم بزنیم، مایگریت هم کنیم که ببینیم اصلا پروژه اول کاری که ایراد نداشته باشه. بعد بریم وسط کار مثلا ببینیم فکر کنیم کار ما ایراد داره. همیشه یه تست ضرر نداره. خب بعد بریم توی پوش بلاک مدلز دات پای، خودش هم اینجا نوشته کامنت که بعد اینجا کدامون رو بنویسیم. خب 3 تا مدل داشت، ببینیم چه مدلی بود. یکیش آتور بود اگه اشتباه نکنم. بله آتور. یه فیلتر رو به اسم نیم که جنس رشته با طول 50 کاراکتره. خب بریم اینو تغییر کنیم، بنویسیم خب کلاس آتور models dot model بخشید models dot model و اینجا فیلد نیم که گفتیم انواع کاراکتری. حالا اون رشته منظورش همون کاراکتر فیلد دیگه که حد اکثر طولش نوشته 50 کاراکتر، یعنی مکس لینش باید 50 کاراکتر باشه. مکس لینش 50. خب این از مدل اولمون خیلی آبکی و ساده. کلاس بعدی کلاس اسمشو یادم رفت، خوندم اینجا ولی یادم رفت. بلاک پست، مدل بلاک پست که 4 تا فیلتر، یکی تایتل رشته حد اکثر تو 250 کاراکتر، بادی بدون محدودیت همون رشته، آتور که فرانکی یا کلید خارجی به همین آتور بالایی، نویسنده حالا ما میگیم، و تاریخ ایجاد پست هم دیت کریت انو دیت تایم فیلده. اما نکته ای که داره اینه که کاربر نباید واردش کنه و زمان دقیق ساخته شدن پست رو نشون بده. یعنی هر موقع که یه آبجکتی توی بلاک پست ساخته شد، خودکار خود برنامه نرم افزار، یعنی چیزی که ما ساختیم این مدل، بیاد توی دیتابیس این فیلد دیت کرییت و ولیوشو خودش خودکار زمان همون موقع ساخته شدنشو دقیق وارد کنه. کارمان نمیخواد واردش کنیم، یه چنین چیزی. و نکته بعدی اینه که این پایین هم یه چیزی نوشته، اگه توجه کنید، نوشتم توجه کنید البته، این مدل ها باید به گونه‌ای نوشته شوند که اگر پستی پاک شد همه کامنت های مربوط به آن پست نیز پاک شود. همچنین اگر نویسنده ای پاک شد همه پست های آن نویسنده به همراه کامنت هایش پاک شود. حالا این نکته رو یادتون باشه، الان میریم تو کار میبینیم یعنی چی. خب پس الان بلاک پست رو باید طراحی کنیم. اینا هم که خوندم الان براتون چه جوریه بلاک پست. خب نکته ای که هست الان باید خب فیلد تایتل رو در واقع اول بنویسیم. مدلز داد، اینم کاراکتر فیلد بود دیگه، کاراکتر فیلد و مکس لنش هم 250 اگه اشتباه نکنم. الان حالا برمیگردم دوباره یه چک میکنم ولی 250 بود. و بادیش هم دوباره گفت کاراکتر، یعنی رشته باید باشه. اما یه نکته اینجا هست، بادی نوشته بدون محدودیت، یعنی ما مکس لنی نباید بنویسیم. الان دقت کنید، من اگه مکس لن در واقع یا من نویسم models dot character field مکس لن هم نذارم، خب میگید خب اوکی دیگه، رشته است، محدودیت هم نداره. ولی نکته ای که هست، اگه بیام اینجا مایگریتش کنم ارور میده. چه اروری میده؟ میگه فیلد E120 منظورش همونه
رادیوس گفته که اتریبیوت مکس لن باید توش باشه. چرا؟ چون کاراکتر فیلدز ها باید مکس لن داشته باشن، یا مین لن فکر کنم داشته باشن و این مکس لن نوشته. ولی خب ما نمیخوایم بزنیم، پس چیکار کنیم؟ یه راهش اینه که بیاید اینجا، یه راه خیلی ساده، تکست فیلد بذارید. این هم از جنس رشته است و مورد ایجاد نمیکنه، محدودیت هم نمیذاره، یعنی محدودیت هم لزومی نداره بذاریدش. پس من الان اینو بیام مایگریتش کنم، میک مایگریشن نزدم و مایگریت کنم، میبینیم که اوکیه. خب این از این. فیلد بعدی هم که همون فارنکیمون بود به بالایی، models dot فارنکی واتور آخر این. حالا اون توجه رو یادتونه گفتم، یادتون بمونه نمیشه توجه. این منظورشه آقا ما این کلید خارجی داریم، حالا مثلا یه نویسنده اینجا داریم اومده یه پستی هم نوشته، حالا اگه نویسنده اومد حالا به هر دلیل اتفاق خوب یا بد براش افتاد یا اصلا دلش خواست اومد اکانتش رو پاک کرد یا اصلا تخلفی کرد، ما خواستیم کلا اکانتش رو پاک کنیم. البته اینا خیلی پیچیده تره تو واقعیت، ما داریم بیشتر ساده رو مثال میزنیم. یعنی مثلا سایت وقت اکانت رو پاک میکنن یه هیستوری دارن، یه چیز دارن. ولی اگه یه سایت ساده است اومده این هم مثلا نویسنده اصلا غیب شد، یه دفعه فهمیدیم اصلا وجود خارجی نداره، اکانتش هم پاک شد، همه چی پاک شد، آیا پستاش بمونه؟ حالا یه تصمیمه، اگه بمونه میمونه، اگه نمونه یعنی همزمان با اگه نویسنده پاک شد پستاش هم پاک شه. یعنی خب برای این کار ما باید بریم اینجا یه ویژگی اضافه کنیم، باید بریم توی استاتوس یا همون وضعیت آن دیلیت بیا و بزن models dot cast. خب اینطوری دیگه اگه نویسنده پاک شه پستش هم پاک میشه. حالا برای مدل بعدی هم که کامنت بود چنین چیزی باید رعایت شه. خب بگذاریم این از این. نکته بعدی اینه که یه فیلد اسمش یادم رفت ببخشید، دیت کرییت، اینم طول 250 بود. دیت کرییت رو باید در واقع ما طراحی کنیم و این نکته هم که میدونیم چیه. خب دیت models dot date time field بود، date time field. و اینکه نکته‌ای که داشت این بود که باید خودکار ایجاد میشد زمان که یک آبجکت به بلاک پست در واقع ساخته میشد، داخلش خودش همون زمان توش وارد میکرد. میشه یه ویژگی هست به اسم اوتو نو اد که اینو اگه شما مساوی ترو قرار بدید چنین ویژگی بهش اضافه میشه، یعنی خودکار زمان رو اضافه میکنه. این تمام چیزی بود که خب تو این 4 تا فیلد این مدل نیاز بود داشته باشیم. حالا فکر میکنم درست باشه، در نهایت تستش کنیم. نکته بعدی اینه که یک مدل دیگه هم باید داشته باشیم به اسم کامنت و 2 تا فیلد داره، بلاک پست که اینم یه فارنکیه به بلاک پست بالا و یه دونه تکست که اینم خیلی ساده یه رشته با طول 500 کاراکتر. این 2 تا هم طراحی کنیم دیگه کار مدلامون تموم میشه، میریم سراغ تابمون. خب بلاک پست ببخشید کامنت، بله
کامنت بود یا کامنت؟ هم کامنت باید باشه، جمع که نباید باشه. اگه جمع بود بالایی آتور هم باید آتورز بود. ما هم کامنت میذاریم مدلز دات مدل و یه فیلد بلاک پست قرار بود داشته باشه که از نوع فارن، یعنی فارن کی بود به اون بلاک پست بالایی. دوستان یه نکته هم بگم این وسط، این اسم کلاسامون اگه دقت کنید همش با کلمه هاش با حروف بزرگ ایجاد شده. مثلا آتور اش اولش خب بزرگ، کامنت هم بزرگ. بلاک پست 2 تا کلمه است، یه بلاک یه پست، ولی هر دو کلمه اولش با حروف کپیتال یا بزرگ شروع شده. این یه عرف توی در واقع برنامه نویسی. خود جنگو خب ارور نمیده اگه من الان بلاک پست رو با حروف کوچیک کلا بنویسم، اما یه عرفه. حالا اینجا این که میگم عرفه، نه که بیایید اینجا هر چی دوست دارید بنویسید و بگید من مثلا قوانین برای شکستن و من قوانین نه اینا اینجا نیست. اینجا سیستم داوری کوئرا اسم مدل ها هم براش مهمه، اسم کلاس هم مهمه براش. اسم مثلا یه پیو مثلا یادتون بره کوچیک بنویسید، کپیتال نباشه، ارور میده، یعنی به نمره بهتون نمیده. اما حتی اگه پروژه شخصی هم دارید مثلا بالا میارید، مثلا اصلا قرار نیستش که کسی اصلا داوری کنه، مثلا قرار نیست برای کوئرا بفرستید، قرار نیست برای شرکت هم برای خودتونه، فقط میخواید مثلا تو گیت ها بتونه مثلا باشه، سعی کنید که این عرفا رو رعایت کنید. چرا؟ چون بعدا یکی کدتون رو مثلا ببینه، اولا که خانایی کده، اصلا اینا باعث خانایی کد میشه. حالا یک کتابی هست یکم حالا ادوازی نمیدونم هرچی، کلین کد و اینا همش توش هست، میتونید بخونید. ولی اینا یه چیزی ساده است که میتونید رعایت کنید و هم کدتون اصولی باشه، هم یکی کدتون رو دید نگه شما مثلا نوبی چیزی هستید. یه چیز ساده است. اینم خواستم دلیلش رو بگم که چرا اصلا اینطوری نوشته میشه بلاک پست. مثلا فکر نکنید الان مثلا چون کوئرا گفته باید اینطوری نوشته شه، نه، هر جای پروژه شخصی هم بخواید درستش اینه که اینطوری بنویسید، ایرور نمیگیرید، ولی خب عرفش اینه. این ویژگی آندیلیس رو برای اینم باید میزدیم دیگه. چرا؟ چون اون نکته توجه دو نکته رو خوندیم، پس من دیگه تکرار نمی کنم. مدلز دات خب و یک فیلد تکست هم هست که خیلی ساده، فقط باید دات کاراکتر فیلد مکس لینش هم 500 بود. خب این تمام مدل های ما شد، یعنی تمام مدل هایی که میخواستیم و الان ما در واقع طراحی کردیم، تموم شد. اما ما یک تابع کپی هم گفتم میخوایم اول ویدیو، یک تابع به اسم کپی. من میام اینجا ببینید گفته بعد از ساختن مدل های بالا یک تابع به اسم کپی به مدل بلاک پست اضافه کنید. این تابع آرگومان ورودی ندارد و یک کپی از مدل مورد نظر میگیرد، به این صورت که کل پست به همراه همه کامنت هایش را کاملا کپی میکند. تاریخ پست کپی شده جدید به تاریخ فعلی تغییر میکنه، یعنی تاریخش عوض میشه، نه که با یه پست جدید با تاریخ قبلی. نمیدونم بلاک مثلا کار کردید یا نه، ولی خب اینطوریه اونم دقیقا دیگه. وقتی شما یه پست رو داپلیکیت میکنید یا کپی میکنید، تاریخش شدید میشه و حالا جلو اسمش هم مثلا مینویسه یه کپی یا چنین چیزی. حالا این فقط تاریخش گفته. این تابع در نهایت
آیدی بلاگ پست جدید را باز می‌گرداند. برای مثال اگر تنها یک نویسنده به نام محمد و یک پست با تاریخ 18 مهر به همراه 3 کامنت در پایگاه داده وجود داشته باشد، بعد از کپی شدن پست در تاریخ 20 مهر هنوز یک نویسنده در پایگاه داده هست، ولی تعداد پست ها 2 و تعداد کامنت ها 6 خواهد بود. هر پست 3 کامنت مجزا که تاریخ پست جدید 20 مهر است. یعنی کامنت هاش هم خوب میدونید کپی باید بشه. دقیقا بخوایم فیچر داپلیکیت رو به بلاگمون اضافه کنیم. خب بریم که تابه رو با هم طراحی کنیم. یه تابه به اسم کپی، اما توی کلاس بلاگ پست. و میایم اینجا داخل بلاگ پست یه تابه به اسم کپی با حروف کوچیک. این دیگه تابه از کلاس نیست، یه کلاس فرق داره. خب قاعدتا باید یه سلف هم توش بنویسیم، من فراموش کردم. یه سلف داخلش برای تابم. خب قرار شد که عمل داپلیکیت رو انجام بدیم. خیلی ساده. من میام یه متغیر میسازم به اسم نیو پست. نیو پست یعنی پست جدیدی که داپلیکیت، یعنی پست که کپی شده از اون یکی پستیه. مساویه چیه؟ مساویه با یه در واقع از آبجکت مورد نظرمون توی بلاگ پست در واقع کپی میخوایم کنیم دیگه. پس می نویسیم بلاگ پست دات آبجکت دات آبجکت دات کرییت. میخوایم شی جدید بسازیم، نمیخوایم دیلیت کنیم، نمیخوایم. اصطلاحاً کرات اگه شنیده باشید توی در واقع اعمال 4گانه SQL چنین چیزی، create read فکر میکنم آخرش دیلیت بود و وسطیش create read update delete یه چنین چیزیه. و ما الان میخوایم create کنیم، یعنی بسازیم. خب تایتل یه توضیح بدم. تایتل الان ما بلاگ پستمون یه تایتل داره، یه بادی داره و یه اوتور که نویسندش. چیز دیگه ای توی مدلمون درست کامنت هم میخواستیم، ولی کامنتمون توی مدل دیگه است جدا. الان نوشتیم بلاگ پست دات آبجکت، یعنی آبجکت اشیای داخل مدل بلاگ پست. چون هدفمون بلاگ پسته، پس کامنت فعلا باید یه کد دیگه براش بنویسیم. فعلا فقط همین. پس میام بنویسم تایتل. حالا چرا دیت رو نگفتم؟ چون دیت باید دوباره خودکار ایجاد شه و چون ما اون بالا نوشتیم آتو نو اد و این بلاگ پست آبجکت دات کرییت برمیگرده همین به قوانین همین دیگه، یعنی قوانین اینو مد نظر قرار میده. پس وقتی میرسه به این خودش میفهمی که باید تاریخ رو دوباره خودکار مال همون موقع رو اضافه کنه. self dot این یعنی چی؟ یعنی تایتل، این تایتل آبی این جدیده است مساویه با سلف اون در واقع پستیه که یه جورایی پستیه که قدیمی است، ما همین داپلیکیت کنیم. self dot title یعنی تایتل اون قبلی. حالا من یه کاما میذارم، اگه کاما نذارید ارور میده. بارها سر این من دهنم سرویس شده. بعد بادی مساویه با self dot body. دوباره چه شد؟ self dot body. اینجا دوباره یه کاما و اوتور هم که مثل همون دیگه. اوتور مساویه اوتور دات self dot author. خب به همین سادگی. پس ما الان
وقتی نیو پست رو تعریف کردیم که اصلا چی هست، هنوز کاری نکردیم و فقط صرفا تعریفش کردیم. زمانی که حالا این صداشه میاد اینو اجرا میکنه و یک پست جدید میسازه که این 3 تا نکته رو داره. وقتی میخواد اینو بسازه، چون نوشتیم بلاک پست، میره سراغ مدل بلاک پست. توی مدل یک فیلد دیت هم داریم که تعریف شده آقا این ور که خواست به دیتابیس یه چیز اضافه شه، یه شی ساخته شه، این تاریخ خودش مال همون موقع رو خودکار اضافه کنه. همین، نکته دیگه ای نداره. حالا کامنت رو گفتیم مونده و کد براش بنویسیم. خب کامنت میتونه یکی باشه، میتونه چند تا باشه. برای اینکه همش رو داشته باشیم قاعدتا هم میدونید بعد از چی استفاده کنیم، از حلقه یا لوپ. ما هم حلقه فور می نویسیم کامنت فور کامنت. حالا این کامنتی نوشتم اسم جدیدی دیگه، یعنی یه متغیر که میخواد پیمایش کنه. فور کامنت. حالا شما میتونید بنویسید کام سی، شما نظر، فیدبک، هرچی، حالا فرق نداره. فور کامنت این self dot. خب اینجا ببینید من الان می نویسم کامنت set dot all، اما این کامنت set dot all چیه؟ ما اصلا چنین چیزی داشتیم مگه؟ ببینید توی جنگو یه سری چیزا خودکار از قبل تعریف میشن و در واقع اینطوری نیست که شما لزوما اسمشو الان ببینید. این برای فریم ورک الان پشتش اتفاقی میفته رو میتونید برید بعدا بخونید خودتون. الان من نمیتونم توضیح بدم اینجا، ولی کامنت ست رو در واقع شما هر چیزی که دارید اگه یه دونه آندرلاین ست بیارید، شما میتونید به لیستی از در واقع آبجکت های اون دسترسی داشته باشید. حالا الان کارکردش رو با هم میبینیم دیگه، بذارید توی عمل قشنگ متوجه میشید. میگم تا زمانی که کامنت توی اون لیست کامنت هامون وجود داشت، خب بیاید بنویسیم این کامنت که اون مدلمونه دات objects دات all، یعنی تمام، مثل اون بالایی دیگه، مثل برای بلاک پست نوشتیم، این تمام آبجکت ها، تمام اشیاء داخل کامنت همون. البته اینجا آل نباید بنویسم چون میخوایم اینم دوباره بسازیم، کرییت باید بنویسم، ببخشید حواسم نبود. چرا آل ننوشتم کرییت نوشتم؟ چون آل برای چیز نمایش دادن. کرییت یعنی ما میخوایم بسازیم، یعنی همه اشیا رو میاره بساز. دقیقا ساختارش مثل بالاییه دیگه، یعنی فرقی نمیکنه. الان من بیام اینجا مینویسم دوباره بلاک پست، فیلدهای مدل اینجا در واقع کلاس کامنت، فیلد این مدل بلاک پست و تکست. بلاک پست مساویه باشی نیو پست. چرا ننوشم سلف دات بلاک پست؟ چون چنین چیزی وجود نداره. یه موقع اشتباه فکر نکنید، چون خودم یه دفعه الان نمیدونم چرا ذهنم به این سمت رفت، ولی میگیم بلاک پستی که جدید ایجاد شده، حالا ما اسمشو گذاشتیم بلاک پست، خب مساویه با این نیو پسته، یعنی کامنت باید بره توی این نیو پسته. کاما میذارم برای تکست مساویه با چی؟ شاید بگید self dot text، ولی اشتباهه، باید بنویسیم comment dot text. چرا؟ چون که ما میخوایم این کامنتی که دونه دوره داره پیمایش کنه، یعنی کامنت اول یه بار میاد، بعد میگیم خب کدوم کامنت؟ این کامنتی که الانه. مثل حلقه دیگه فور آی می نوشتیم، مثلا آی این مثلا ایکس، که ایکس مثلا یه دونه لیست، یه دونه تاپل بود، هرچی پیمایش میکرد، مثل همونه، فقط حالا همونه دقیقا، فرقی هم نداره. خب این هم از این.
پس الان اومدیم در واقع کامنت هامون هم ساختیم، یعنی حلقه ساختیم که هر تعداد کامنت باشه، حالا یکی از صفر هم باشه خوب میزنه که نیست و نمیسازه، اگه یکی باشه میسازه یه دونه، 10 تا باشه 100 تا باشه هم حلقه است. اما نکته‌ای که هست این آخر یه چیزی گفته که شما الان باید برگردید بخونید. نوشته که این تابع در نهایت آیدی بلاگ پست جدید رو باز میگرداند. باز میگرداند یعنی نه اینکه الان بخواید رندر بگیرید توی HTML، نه، صرفا باز میگردونه، ریترن میکنه یه چیزی. و حالا اینکه اون ریترن رو کی قراره چجوری بگیره رو به ما دیگه ربطی نداره حقیقتا. پس من میام نویسم ریترن در واقع new post dot id، یعنی آیدی پست جدیدم که اینجا تعریف کردیم دیگه، آیدی شما میخوایم. حالا شاید بگید ما چرا آیدی رو توی مدلم تعریف نکردیم؟ اگه این سوال میپرسید احتمالا خیلی در واقع تازه مدل رو یاد گرفتید و یه چیزی یادتون رفته. مدل توی جنگو باید برید که آیدی و خیلی چیزا رو خودکار ایجاد میکنه. یعنی شما مثل کوئری SQL نیست که برید بنویسید آیدی پرایمری کی و چه میدونم این داستانه ندارید، خودش خودکار آیدی رو برای همه مدلات داره. بنابراین نگرانمون نباشید و الانم ارور نمیده، چون ما با همون آیدی، اسمش هم آیدی، با همون آیدی صداش میزنیم. خب این بود از کدی که ما نوشتیم. حالا باید ارسالش کنیم ببینیم که چه جوابی میگیریم. بر ارسالش گفته با فایل بفرستیم. حالا میتونست گیت هم باشه نمیدونم، ولی گفته با فایل بفرستید. خب حالا شما اگر گیت بلد باشید، به نظر من مثلا برای این تمرین میتونید یه گیت بسازید. البته نمیشه اونم، ببخشید، چون اینجا باز باید فایلش زیپ شه. من میام هم فایل و فایل زیپ و این که فایل در واقع فولدریه که الان دارن روش کار میکنم. اینجا یه اکسترکت میکنم بلاگ 1. خب حالا اسمش رو رینیم میکنم، مثلا یه اسم الکی میدونم چند تا عدد که میخوام اینو آپلود کنم. میام توی، ببخشید، میام توش اینجا الان فایل. حالا چرا اون بلاگر رو نکته اینجا، چرا اون بلاگی که الان دارم روش کار نمیکنم آپلود نمیکنم؟ چون حجمش زیاده، احتمالاً ارور میاد. چرا حجمش زیاده؟ چون جنگو روش نصب شده، 1000 تا چیز ویرچوال انوایرمنت و این چیزا روش هست فعاله. و حالا اگه اونا رو اون پوشه رو حذف کنم فکر کنم بشه. ولی حالا من میام همین فایل خودشو، چون یه دونه فایل، این محتواشو کپی میکنم، میام اینجا توی مدلز اینجا جایگزین میکنم، همین. بعد همونو زیپ میکنم بره پی کارش. کامپرس زیپ. خب میام اینو آپلود کنم، انتخاب فایل، اینو میزنم و ارسال پاسخ. خب من قبلا یه دونه ارسال داشتم اینجا 100 گرفتم، ولی خب الان ما همین کدی که الان نوشتیم و مثلا چک کنیم. چه باید رفرش کنم. آره خب 100 گرفت، پس درسته، مشکلی هم نداره. حالا اینجا تست کیس هاش هم میتونید شما ببینید چه تستایی انجام داده. البته تایتلش فایده ای نداره و میدونید مثلا چند تا تست رو چی انجام داده و اینا. البته نکته ای که یادم رفت بگم، شما اینجا توی پوش تست سمپل رو که باز کنید میبینید چه تستایی رو انجام میده. یه به نظرم یه چک کنید، بد نیست. چون تست نویسی هم به هر حال یه پروسه یه توی توسعه نرم افزار و مهمه. یعنی که خودش گفتش، فکر میکنم گفته بود که میتونید با یه کامندی، این کامند خودتون کدتون رو تست کنید. خیلی باحاله. حالا میتونید هم تست کنید. خب امیدوارم که این ویدیو لذت برده باشید، براتون مفید بوده باشه. یه نکته که خواستم بگم، بعد هر تست ویدیویی که مربوط به چالش کورا باشه میگم، کورا یه بخشی داره بانک سوالات که من سوالای کورا رو از همینجا برمیدارم. حالا
امکانات زیادی داره. خودتون میتونید دسته‌بندی های مختلف داره دانشگاه المپیاد آکادمیک اینا، و بر اساس تکنولوژی و اینا دسته‌بندی داره. برای سال مسابقات المپیاد دانشگاهی مثلا من دیدم مثلا سالهای چونم برنامه نویسی پیشرفته اینا بود مثلا برای بعضی دانشگاه، یا مسابقه‌ای که دو دانشگاه برگزار میشه سوالاش خوبه و سطح بندی هم داره، میتونید خیلی راحت حلش کنید. حالا ما هم توی گوگل کد هر چند وقت یه بار از کوئرا یه سوال، یه چالشی که هیچ در واقع چیز خاصی هم نداره که اساس انتخابمون، خیلی رندوم انتخاب میکنیم. یعنی من انتخاب میکنم، هر کدوم انتخاب میکنم، به احتمال بعضیشو یه ویدیو هم براش ضبط میکنم، ریکورد میکنم و توی گوگل کد آپلود میکنم و قطعا خیلی طول میکشه که بتونیم یه درصد زیادی از این سوالا رو براش ویدیو بگیریم، ولی خب قطره قطره جمع گرد وانگهی دریا شود و این چرت و پرتا. بگذاریم. امیدوارم که این ویدیو لذت برده باشید، براتون مفید بوده باشه. تا ویدیو بعدی، بدرود.